ببخشید. خلاصش کردی؟ خلاصت میکنم. ارباب صبر کنید، خواهش میکنم. ارباب نوکش چند کن. نزنید ارباب، نزنید. بخور جان نصار من بخور تا دیگه سفر بلا نشد. ارباب نزنید ارباب، خدایا جان مرا بستان که از این همه عذاب به تنگ آمدم. هر سال گوسفند قربانی میکنم، به مسکینان طعام میدهم، انفاق میکنم تا بلای آسمانی بر من نازل نشود. این چه مصیبتی است؟ لعنت به این زندگی.
راستش امشب میلی به خربزه نداشتم، اما تو آنقدر با اشتها خوردی که من هم هوس کردم قاچی بخورم. لقمان، این خربزه از زهر حلاهل هم تلختر بود. چگونه آن را به این شیرینی خوردی؟ از این تلختر تا به حال نچشیده بودم. چطور میتوانم آن را به شیرینی نخورم؟ زیرا من از دست شما هرچه گرفتم و خوردم شیرین بوده، پس چرا باید با یک بار تلخی برنجم و گلایه کنم؟ وقتی ولی نعمتم به من چیزی تعارف می کند، هرچه که باشد چون او داده پس شیرین است.